از همه شما خواهش میکنم که همتان در خانه ها نوار معراج داره، در جمعه هایی که سالهای پیش ما صحبت داشتیم. اگر نداشته باشه در سایت اینترنتی ما درایه، خصوصا موضوع معراج گیره گوش کنه تا اینکه عقیده شما در باب معراج مستحکم شود. و بازم میگم امروز دشمنان اسلام بسیار حرکت دارند شما را و فرزندان شما را از اسلام جدا کنند، از پیغمبرتان جدا کنند، از قرآن جدا کنند. الان اگر یکان توی رقص و بازی داشتیم در اینجا میکروفون ممکن بود تا ساعت 3 شب میدونن که کار نداشت، اما به خاطر قرآن و حدیث رسول اکرم اجازت نیست رادیو موند. این است دموکراتیا، این است آزادی. این هم برن خبر به پرزیدنت رسانه. بلا عزیزان من گوش اندازه معراج تماشا کنیم. برای آن تاکید میگیم مسئله عقیده است. شاید یک کس شما را درباره معراج میپرسه از روی نادانی تا بگه دروغ است، والله میشه کافر، میشه زناتان طلاق، میشه از ایمان جدا. خداوند عذر قبول نمیکنه. شما فردا در پیش جای خدا نمیتونه بگه که من نفهمیدم و ندانستم. اینو خدا قبول نمیکنه از ما. هر مسلمان وظیفه داره جستجو کنه یا به احکام دینش از خود کنه. بنابر سایت ما در الحمدلله در باب معراج من چند سال پای در پای صحبت مفصل دارم. اشاد مولا محمود جان داره. همون یک بار بچه ها داخلی گوش کنه. والله من خیلی مسلمانی تا نمیخورم و الا همه شما همچی دوزخ روه به خدا زیان نمیرسن. خدا به حضرت موسی گفت که موسی این تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. ای موسی اگر با تمامی بنی اسرائیل تو کافر شویم به من زیان نمیرسن. با هم امت محمدی هممانم کافر شویم به خدا زیان نمیرسن. لیکن باید ما بیدار شویم. ما باید دین ما نشناسیم، عقیده ما ندانیم که فقط آتش دوزخ ما طاقت نداریم. والله این کامل بگزاده ها ناتوزری میگویند زنده شدن هست، جواب دادن هست. او خدای حکیم که این عالم با این عظمتی آفرید خیال میکنه که کامل زنده نمیکنه، خیال میکنه که اینا رو بازیچه آفرید. یک حکومت ضعیف و ناتوان یگان چیز بهوده نمی آفرو، یا سیمنتوات بهوده نمی آفره. خدا این موجودات و این بشریت به هیچ آفرید، از اینها یگان غرض نداره. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بنابر معراج گوش کنه. سعدی بزرگوار خدا رحمت کنه در بستانش میفرمایند شب برنشست از فلک در گذشت. تمام کلاسیک های ما چه سعدی و چه جامی و چه احمدی دانش و چه روبکی و فردوسی همش معراج رسول اکرم بیان کرده هستند در آثاراشو. ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في ای صورت ما شاء ركبك. خدا به انسانهای متکبر و مغرور و کافر خطاب میکنه. ای انسان مغرور، چطور فریب داد که از خدای خود دور شد ایستادی؟ همون خدایی که تو را از دو قطره آب نقاشی کرد و صورت کشید کرد و زیبا کرد و تو به دنیا آورد. اگر میخواست صورت به صورت سگ میکرد، اگر میخواستی که کودک که دیده در ارگنتین تولد شد نگذی تا آب را بدن یک پد دو سرود میکرد، از دست چی میآمد؟ زیبا داد، پاشو چشم سیاه و داد. فی ای صورت ما شاء رکبک. چون این خدا رو ما نمیکنیم، چون با این خدای خود جنگ اعلان کردی. خدا قرآن رو گفتی صدا اینا. وقتی که به دنیا آمد باید اول نام همون خدا را شنوه. الله اکبر. گفتی سعدی بزرگوار
دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است در آب صورتگری. آن نقاشی کاری هر کس نیست و الله هست. الله هست، خدا هست که تو قطره آب در رحمی خوردگه که مادر، در اون جایی که نه چراغ است و نه پروژکتور، در اون جایی که نه پرده سفید است و نه کاغذ سفید، نه روشکه است و نه قلم، نه پلمستر، صورت کشش میکنه. چشم در جای خودش، کاش در جای خودش، گوش در جای خودش، دهان در جای خودش. یا الله، یک تش ناتوقی نمیبیا. رسام ها برای یه رسم کشیدن 10 بار ورق چه میدرانه به فردا باید تشکیل کنه. یا الله، دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است در آب صورتگری. باید نام این خدا را شنود. الله فایدی از اون عزیزان منی دستی پیغمبر خدا میگن کوزه که نوزاد وقتی که تولد شد در گوشش اذان گویم از ضرر جنها امید میموند. امروز کسلی های روحی ببینه سر تا سر قریب جمهوری ما فرا گرفته است. هر روز یک دو دیوانه مسجد ما میبیا. برای خاطر چیز؟ برای خاطر که اذان از خانه های مسلمانان گم شد. اذان در گوش نوزادهای و در تولد خانه تولد میشونه. اول کلمه که میشونه یافتمای متعجبانی مهرای شفته اذان نیست. من چیز میشه کسلی چی روحی، من میشه کسلی دیوانه، من میشه کسلی جنوره، من میشه کسلی پری پدجه. که امروز های مسجد ها هم اذان ها منو من کردیم. بگه صاحبی اذان پیشته چی میگوید من کرده؟ خدا بگه اینا رو میپرده که چو صدای منه الله اکبر من کردی چی میگوید من نمیدونم. پیش یک حاکمایی که مثل خشان یک انسان ضعیف است جواب دادن دهنشان پیش نمیره در پیشگاه خالق آسمان و زمین چی میگوید؟ هر مادر و مادر که بچه قرآن خان بکنه خداوند روز قیامت بر سر اون تاج میگذاره که از دردانه های اون نور آفتاب این تاجایی که در سر پادشاهی الیزابت بریتن میبینیم ملکی بریتن اون تاج چه قیمت داره؟ رسول اکرم که یک خردترین سنگچه اون تاج آفتاب و نور خیره میکنه. این برای پدر و مادری که بچه قرآن خوان، البته قرآن خوان کردن بچه ها کامل عزیز برای خاطر ملا شدن نیست. ملا شدن کاری آسان نیست. ملا شدن خیلی زحمت بکشه. کجا به حال پدر و مادری که فرزندان قدر میکنن. لیکن شما قرآن خوان کنه به خاطر مسلمان شدن، قرآن خوان کنه به خاطر خدمت خودتان کردن. فرزند قرآن خوان پدر و مادرش حقارت نمیکنه. فرزند قرآن خوان پدر و مادر چه نمیرنجانه. فرزند قرآن خوان پیش پدر و مادر راستا میخیزه. فرزند قرآن خوان پدر و مادر که بیمار شد برده در به صاحب خانه نمیپرده بالاشته میشینه بیمار بینش میکنه. من یه ملا ابوبکر میدانم بچه همه که هم نظر بود دادا آچشی چون تربیه کردن نگذاشتن در پاشون خار کنن، نگذاشتن در بدنشون چند شینه تا مردنشانه مثلی این خطا در قوانچه راستا بودن. اگر دیگه بچه نبود ببودن به صاحبخانه به پرچمه رفت ایران خواهی برای خاطر پدر و مادرش این جامعه رفتان. این از ثمره قرآن. والله اگر ما از قرآن جدا شویم نمیدانم آینده ما شما چی. معلوم است آینده ما چی بشه. آینده غرب ببینیم به صاحب خانه زیادی ساختیان همونجا از جایی من شما دیگه نه با بچه ها